درس دوم 14 کلید قرآن شناسی استاد عبدالظاهر دایی. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول الله صلی الله علیه و سلم و علی آله و صحبه اجمعین. دوستای عزیز، خواهرای محترم، برادرای عزیز، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. درس دوم ان شاء الله تعالی شروع میکنیم. در درس دوم کلید اول اعتقادی هست که ما شما در درس گذشته 14 کلید اعتقادی را مفصلا خواندیم. طبعا کلید اول که است معرفی الله سبحانه و تعالی در 6 بخش است. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی رسول الله صلی الله علیه و سلم و علی آله و صحبه اجمعین و اشهد ان لا اله الا الله و ان محمدا عبده و رسوله. خب شما انشاءالله درس دوم در کتابتان یافتین. اگر کتاب باز بکنین و از روی کتاب سیل بکنین انشاءالله تعالی درس خوبیات میگیرین و انشاءالله مؤثر خواهد بود. وقتی به قرآن عظیم الشان مراجعه میکنیم، قرآن عظیم الشان الله متعال اول بر ما معرفی میکنه. در 6 چیز معرفی میکنه. معرفی ذات الله هست، معرفی نامهای الله هست، معرفی صفات الله هست، معرفی افعال الله هست، معرفی عبادت الله هست و معرفی حکم یا تخصیص حکم یا اطاعت از شریعت الله متعال است. در این 6 بخش قرآن عظیم الشان برای ما الله متعال معرفی میکنه. مثلا بخش اول گفتیم معرفی ذات الله هست. الله متعال ذات خود برای ما معرفی میکنه و با رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم قل هو الله احد. بگوی رسول الله صلی الله علیه و سلم هو او ذاتی که تو را عبادت میکنی و خالق آسمان ها و زمین است و قرآن نازل کرده و تو را پیغمبر خود گشتانده، هو الله. الله نام داره. پس الله متعال نام خود معرفی کرد که الله هست. بنابراین ما حق نداریم که نام الله را ترجمه بکنیم و یا نامهای دیگی را مثل خدا و خداوند و یا مثلا گاد به انگلیسی یا سختن به پشتو، این نام ها را بگذاریم، چون الله متعال به رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه که قل بگو که هو او ذاتی که تو را عبادت میکنی الله هست. او ذات احد، یگانه هست. قل هو الله احد. الله الصمد، او ذات بی نیاز است. لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. او ذاتی هست که کسی را یا فرزند را به دنیا نآورده است، بنان دختر و پسر نداره. و او ذاتی هست که از کسی زاده نشده، یعنی ضرورتی به مادر و پدر نداره. ولم یکن له کفوا احد، و هیچ کسی کفی الله نیست، شریک الله نیست. قسم دوم معرفی نامهای الله است. در قرآن عظیم الشان آیات بسیار زیاد است که نامهای الله متعال بر ما معرفی میکنه. له الاسماء الحسنى، سوره حشر آیت 24. الله متعال میگه که برای الله نامهای نیک است. قسم سوم معرفی صفات الله است. بسیار آیات قرآن است که صفات الله متعال بیان میکنه. انزله بعلمه والملائکة یشهدون و کفی بالله شهیدا. انزله بعلمه، این صفت علم الله را بیان میکنه. قسم چهارم معرفی افعال الله است. بسیار آیات قرآن است که افعال الله را بیان میکنه که خالق است، خلق کننده هست، روزی دهنده هست، شفا دهنده هست. لله ملک السماوات والارض، خاص برای الله هست مالکیت آسمان ها و زمین. یخلق ما یشاء، خلق میکنه آنچه را که الله خواسته باشه. یهب لمن یشاء اناثا، برای هر کسی که خواسته باشه فرزند مؤنث میده. و یهب لمن یشاء الذکور، و برای هر کسی بخواه فرزند مؤنث میده. او یزوجهم ذکرانا و اناثا، یا برشان اردو فرزندهای مذکر و مؤنث میده. و یجعل من یشاء عقیما، و هر کس را که الله بخواه او را عقیم یعنی نوزاد اولاد نمی داشته باشه. انه علیم قدیر. قسم پنجم
معرفی عبادت الله هست که و ما امروا الا لیعبدوا الله مخلصین له الدین. بسیار آیات قرآن است که تخصیص عبادت به الله بیان میکنه و اقسام و انواع عبادت بیان میکنه. قسم ششم معرفی حکم الله هست. الله متعال میگه که ذالکم حکم الله، ذالکم حکم الله، این حکم الله هست. در سوره ممتحنه یحکم بینکم، الله حکم میکنه در بین شما. والله یقینا الله متعال کس علیم بسیار عالم است و حکیم حاکم با حکمت است. این 6 بخش که الله متعال خود معرفی کرد، این در قرآن عظیم شان است که سر از این انشاءالله سر هر کدامش تفصیلی بحث خواد کردیم و آیاتی که در راستا هست انشاءالله به طور مثال ذکر خواد کردیم. چون ما و شما این تفسیری که ما و شما سرش بحث میکنیم تفسیر اصلش تفسیر موضوعی اعتقادی هست و این 14 کلید به اساس از این است که قرآن کلش درباره توحید است، توحید الله را بیان میکنه. بناهن این 6 قسم در قرآن عظیم شان، این 6 بخش بیان شده. ذات الله معرفی شده، صفات الله معرفی شده، نامهای الله معرفی شده، افعال الله معرفی شده، عبادت الله معرفی شده و حکم الله متعال یا شریعت الله متعال معرفی شده. حالا ایرا علمای عقیده تقسیم بندی میکنن به خاطر آسان ساختن درس و یا برای دقیق فهمیدن موضوع. علمای عقیده سرزی بحثایی کردن. بعض علما میگن که اقسام توحید 2 قسم است و ما و شما بعضی علما میگن که 3 قسم است و بعضی علمای دیگه میگن 4 قسم است. اصلا اینمی 6 بخش است که 6 قسم میشن، ولی علما اینا میگن که 2 قسم است. ما اونا وقتی که گپشان بفهمیم اونا علما هم همین 6 قسم بیان میکنن. مثلا بعضی از علما میگن که توحید 2 قسم است، یکی توحید علمی خبری هست و دیگهش توحید ارادی طلبی هست. وقتی تفصیلش هم میخوانیم این علمایی که میگن توحید علمی خبری چی معنی؟ میگه خبر عن الله و اسمائه و صفاته و افعاله. میگه این توحید علمی که باید ما علم داشته باشیم و این خبر داده شده برای ما در قرآن عظیم شان. او کدام توحید است؟ میگه که خبر عن الله، از ذات الله خبر میده و از اسماء الله و از صفات الله و افعال. بنابراین 4 بخش شد: ذات، صفات، اسما، افعال. این شامل شده علمی خبری. و قسم دومش چی میگه؟ میگه اما دعوت الى عبادته وحده لا شریک له، یا دعوت از به عبادت الله به یگانگی لا شریک له و خلع کل ما یعبد من دونه، و ترک کردن هر چیزی که عبادت میشه به غیر از الله. پس در عبادت الله 2 بخش عبادت است. یکی ما و شما تقریبا 6 قسم عبادت ها داریم. عبادت های فکری داریم، عبادت قلبی داریم، عبادت زبانی داریم، عبادت بدنی داریم، عبادت مالی داریم و عبادت تشریعی و اطاعت از الله. این هم عبادت است. اینمی در قرآن عظیم شان وقتی که کل ذکر شده در توحید ارادی طلبی، ایره در عبادت و حکم الله در اینجا داخل میشه. بعضی از علما میگن که توحید 3 قسم است. بعضی علما میگن که توحید 3 قسم است. اونا هم وقتی که 3 قسم میگن همین 6 بخش در 3 قسم تقسیم کردن. ان التوحید 3 اقسام: توحید الربوبیه و توحید الالهیه یا الوهیه و توحید الصفات. در توحید ربوبیت چی را میگن؟ میگن در توحید ربوبیت به این معنا که الله متعال در قرآن عظیم شان گفته که الحمدلله رب العالمین. وقتی که الله متعال رب العالمین است، باز میگن که توحید ربوبیت چی معنا؟ یعنی هو افراد الله. یک عالم چی میگه؟ میگه افراد الله بالخلق والحکم الکونی والشرعی. پس در توحید ربوبیت کدام توحید داخل میکنه؟ اول توحید به خلق کردن، یعنی توحید افعال بیان میکنه. و چی؟ والحکم الکونی و شرعی، و حکم کونی و یعنی حکم تکوینی، یعنی حکم الله در تمام کائنات، در تقدیر و در لوح و در قلم و در آسمان ها و در زمین و در کوه ها و دریاها و در این دنیا و در آخرت و در جنت، در کل ازی حکم تکوینی الله هست. بنابراین میگه که اینمی حکم تکوینی که است، این
مربوط میشه به توحید ربوبیت. فیکون هذا التوحید مشتملا على ثلاثه على ارکان ثلاثه. میگه این توحید که شامل 3 رکن میشه: افراد الله بالخلق و نفی وجود خالق غیر الله سبحانه و تعالی. نفی وجود خالق بغیر از الله یعنی یگانگی الله در خلق کردن، در توحید افعال. افراد الله بالحکم الکونی، یگانگی الله در حکم کونی یعنی در کائنات حکم الله هست. و افراد الله بالحکم الشرعی، و یگانگی الله در حکم شرعی یعنی حکم الله متعال یعنی تشریع یا شریعت. و معنایش است انه لا یملک حق التشریع، یعنی حق التشریع که ای تحلیل و تحریم الا الله عز وجل، مگر الله حق حلال و حرام کردن کس نداره بغیر از الله. بنابراین علمایی که توحید تقسیم میکنن به توحید ربوبیت، در ربوبیت چی نمیگن؟ توحید ذات هم ذکر شد، توحید افعال هم ذکر شد و توحید چیز ذکر شد؟ توحید حکم الله متعال، حکم تکوینی و حکم تشریعی، این هم شامل میشه به توحید ربوبیت. قسم دوم میگن توحید الوهیت است و الوهیت میگن از کلمه اله گرفته شده و اله به معنای معبود است و آلهه جمع اله که اینا معبودای خدا بود پرستا چی میگفتن؟ آلهه میگفتن. الله متعال میگه واتخذوا من دون الله آلهه، اینا بغیر از الله آلهه را گرفتن یعنی معبودان گرفتن، که باز ما و شما میخوانیم که لا اله الا الله، نیست هیچ معبودی به حق الا الله بغیر از الله متعال. قسم سوم توحید اسماء و صفات است. توحید اسماء و صفات میگه چی هست؟ میگه هو اثبات ما اثبت الله لنفسه، اثبات کردن آنچه که الله برای خود او را اثبات کرده. یعنی بسیار آیات قرآن است که الله متعال اسماء و صفات به خود نسبت کرده، ثابت کرده. پس توحید اسماء و صفاتی است که ما اون اسماء و صفاتی که الله به ذات ذوالجلال خود اثبات کرده او را ما اثبات بکنیم، قبول بکنیم. و اثبته له رسوله صلی الله علیه و سلم، یا رسول الله صلی الله علیه و سلم برش اثبات کرده در احادیث است. و نفی ما نفی الله عن نفسه، و ما نفی بکنیم اون چیزی را که الله از ذات خود نفی کرده، یعنی اون اسماء و صفات را که الله نفی کرده، لا تأخذه سنة ولا نوم، مثلا نفی کرده، این ما نفی بکنیم. و نفاه عنه رسوله صلی الله علیه و سلم، یا او را نفی کرده رسولش من الاسماء و صفات، از اسماء و صفات. والاقرار لله تعالی بمعانیها الصحیحه، و اقرار بکنی به معناهای صحیح و دلالاتها و دلالت ازمی اسماء و صفات، باید به معنا و دلالتش به هم اقرار بکنی، اتنشه که او را تعویل بکنی یا تعطیل بکنی یا مثلا او را قبول نکنی. نه باید به کل ازی چی شوه؟ به این اقرار بکنی. و استشعار آثارها و مقتضیاتها فی الخلق، و آثار ازیره و آنچه که ازی صفات آثار جد مخلوقات است، ایره هم باید انسان احساس بکنه. مثلا میفهمیم که الله ذات رحمان الرحیم است، رحمان است، من چه قسمی میره احساس بکنم در وجود خود که الله ذات رحمان است، یعنی نعمتها را برای بنده های خود به اندازه زیاد میده. چشم برای ما کی داده؟ ذات رحمان داده. گوش برای ما کی داده؟ ذات رحمان داده. این صدا را کی برای ما داده؟ ذات رحمان داده. اگر این نعمت را الله نمیداد، من ندیده میتونستم، نه گوش کرده میتونستم، نه چیز، یک جاهل، یک از عقل کی برام داده؟ الله داده، یک دیوانه میبودم. لکن کل این نعمت‌ها را برای ما کی داده؟ الله داده که ذات رحمان است. پس توحید اسماء و صفات چی است؟ که اینمی صفات که آنچه که در قرآن و سنت ثابت است او را ما قبول بکنیم، و آنچه که نفی شده در قرآن و سنت او را هم نفی بکنیم و آثار از او را در وجود خود هم قبول بکنیم. اینی 3 قسم است. پس علمایی که توحید را به 3 بخش تقسیم کردن، اینا هم اونمو 6 بخش در این 3 بخش او را خلاصه کردن. ان شاء الله تعالی ما و شما باز باقی مانده ازیره در درس‌های بعدی میخوانیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اللهم صل علی محمد و علی آل محمد كما صليت على ابراهیم و علی آل ابراهیم انك حمید مجید.